ارسال پشت مدافعین میرسه امین متوسط تک به تک و گل گل برای داماشی‌ها توسط امین متوسل زاده. تنوستن گل کنترل عالی با روی پا زیبایی دروازه رو باز میکنه. از نمای دیگر هم خواهیم دید. ارسال عالی عادی محمدی پشت امیرحسین صادقی، کنترل خوب او و با روی پا از کنار دستان سید مهدی رحمتی. بازی یه تاثیر خوب دور میکنه ابوذر رحیمی، فرصت میتونن بزنن، میگیره توپ رو حبیب دهقانی. توپ بازیکن داماش برخورد کرد، پژمان لیلی فرصت نتونستن استفاده کنه، هنوز فرصت هست برای داماشیا و گل و حالا گل رو میزنه سیاوش اکبرپور. استقلال 1 داماش 1. اینجا پژمان لیلی زد، محمد مهدی نظری بود فکر کنم که باید بزنه، اجازه ندادند. با سر توپ رو رسوندن به اکبرپور، با یه بغل پای عالی دروازه داماش رو باز کرد و بازی رو تساوی کشوند. یه بازیکنم به روی زمین افتاده، جواد نکونام بود. حالا مسعود حسن‌زاده با تکنیک هست. ابوذر رحیمی یه تیکه ارسال، مهدوی فرصت، حالا حاجتی آقای قیچی می‌خواد دروازه رو باز کنه، سید مهدی رحمتی توپ رو در آغوش میگیره. مهدوی با سر، مسعود حسن‌زاده میچرخه، حسن‌زاده مهدوی میتونه شوتم بزنه، میبره برای متوسط مهدوی و میگیره توپ رو سید مهدی رحمتی. بازم سیاوش اکبرپور این بار کوتاه، خسرو حیدری ارسال به روی دروازه، ضربه ارسال تیر دروازه. این لحظه بود که ضربه سر رو نیکبخت واحدی زد و میتونه دروازه داماش رو باز کنه، توپ به تیر دروازه خورد. بازی در نیمه دوم در شرایطی آغاز شد که یک تغییر رو در ترکیب تیم استقلال شاهد بودیم. همین فراد مجیدی که در همین ابتدای نیمه دوم به زمین اومد میرفت که یه گل بزنه برای استقلالیا. هادی محمدی میخواد توپ رو پرتاب کنه، بلند یه تاثیر میگذارن اونجا، پشت محوطه حاجتی و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. ارسال مصطفی حاجتی به روی دروازه، ضربه ارسال، فرصت برای داماشا، قاطی میکنن یه لحظه اونجا با هم دیگه، یه برخوردم به نظر میومد، همچنان فرصت. حسن‌زاده یه لحظه زد کاملا پای چپ مسعود حسن‌زاده رو امیرحسین صادقی. حالا فرصت برای فراد مجیدی، در حال رفتن مجیدی میتونه بزنه، دروازه خالی و کجا میزنه محمد قاضی روی تکل هادی محمدی، اجازه نداد دروازه داماش باز بشه. یک بار دیگه فراد مجیدی یا شوت و گل برای استقلال توسط فرهاد مجیدی. تعویض طلایی امیر قلعه‌نویی استقلال پیش میندازه. استقلال 2 داماش 1. پشت نظیفکار محمد مختاری هم نتونست جمع کنه و اینگونه شوتش رو میزنه به زاویه مخالف و دروازه باز میشه. سر اصلا اجازه نداد مختاری برسه و